در وقتش که فهمیدگی داداش کتیاکاش راستی رفتگی اینا با رازگی همه در اینجا اومده. مقصد داداش راضی بود، پدر مادر من همش راضی بود. آچم بسر من گفت مال بچه رفت، اگر زندگی ممکن نقض میشه، زندگی نقض میکند، تقدیر باشد زندگی میشه. من به دین христиан بودم. церковь نرفتم. من по دین خودم نکریشنی بود. داداش اومد گفت بچه گفت وقتی دایجا موین هم تا زن وقتی نیکو میکنی با یکو زن یکو مسلمان کند. مقصد بعد نیکو میشده. با ما راضی شدگی بعد نیکو کرده. مقصد دینی قبول میکنی. حاضر تو میرم رنگ آدم رفتار میکنیم، رنگ جنازه میرم رنگ رفتار میکنی. مقصد چهل آدم میپوشد من هم تو میرم. سال اول البته وقتی که ما اومدیم این حیات این زندگی برای وی تمام یک چیز دیگر بود. نه که به همین هم نگاه نکرده. البته سالهای وزنی بود، سالهای اتفاق اوجه وقت سوس شدگی بود. همینجا هم قیم بود. به همین نگاه نکرده ما سکسکی زندگی رو پیش بردیم. خیلی خدا بشکر من صاحب 7 فرزند. من تا امروز زندگی بد نیست، کمبودی نیست. ما دهقانیم، فقط دهقانی میکنیم. همین دهقانی که زندگی رو پیش میبره. روزه میدارم البته. Вахта манайку амтами гамеза, допустим, пиала, или да уже кошек, или гумчтига предмет ношун метод, ман габзада не тунистам. Бадайку секин айку йод грифта. Уже меду не стам чиза и кошек, или пиала, или чиза бошат, кум предмет айку ман бад течение я сол уже кам уже йод грифта. من حاضر گفت میگویم که دو طرفه і таджики і руси هم تا مقصد как бы интернациональный هم شد и на русский руси и таджики هم مش برمان яка. مایون 4 افزودسون بودیم. وقتی فهمیدیم که همینا وایسیدین در روسیه همین خسر بچم زم میگرد رفتن و خوجین من خیلی همین بابامو رفتن. مایون همش نقد پیشواز گرفتیم، توی کردیم، توی تاجیکی کردیم. همین مایون خیلی شین خیز کردن. همین عرف و عادتای تاجیکی مایون نقد زیاد گرفتن اینا. دو تیدگش اون طرفان در اپو خوار من امچوی کوهی انینا روسیه مایون یکم بار بری بچه کچو ما جنگ زیال نکردیم. در کتاب‌های فقهی معین شده است که کدام نمایندگان دین رو با عقد نکاح درآوردن درست است. فرقش نیست با کدام زبان گپ میزنه، در کجا تولد شده است، محل زیستی و کجا است. وقتی که کلمه شهادت رو میگوید، کلمه طیبه رو میگوید، لا اله الا الله محمد رسول الله میگوید،
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله میگه و مسلمان است. ایمان یعنی به خدا باوری دارد. غیر ما هیچ وقت نماینده دیگر دین گفته نمیتوانیم. باید همین کدامش که زن و شوهر شود یکدیگر فهمی شود یکدیگر فهمت شد این وایش نمیبرد مراسم نقش نمیبرد. من اکنون اینقدر طرفدار نیست چون دینشان هر خیلی باشد البته دینشان یک باشد مرحمت من طرفداری میکنم البته این دوستی بین خلق خاراکترش مثلا دیگر فهمی کده مثلا ملتش دیگر باشم زندگی کند به نظر من نقض میشه. بخیلی من فرق نداره. خیلی مناسبت ما خیلی عالی همه. خودم مثلا 8 سال پیش زن روس گرفته بودم مسلمانی نکاح کردگیم حاضر نقض همه کاری خیلی که زنای تاجیک خدمت میکنن اونا رو فقط یاد دادن در کار فقط فهموندن در کار کاری است نمیدونه کاری است ندیده است کاری است فبشه خیلی گم در ایدهش نیست نه که مادر من یاد داده است زبونش که روس است مثال قومش دیگر است فرقیت نمیکنه همش وابسته هر یک خود شخص است.